وان خنک شده رفتسی سلام علیکم بابا میکم شما ها بوسی تبریک بچه شید بچه تبریک چی خوبه در سری پیریا صاحبی بچه شدی بهترین خط دادن حاضرید آماده میکنم رفیق سلام دکتر تازه تینج سلامتی خوبه بوی خوددار بوی حالی هم شما تولد نکرده وای کانتری من کی تولد میکنم خیلی اما ایش میبرای بچه شید اوش میبرای بچه شید خیلی نصیب و تقدیر خزن همین دارم او نه موارد نگیره در آده ما ساش بون نشیده کجا مزویا اینجا قرآن که ما 3 روز در 3 روز در تایمی بالیسا میستم آی نصیب دیدن نکن آی نصیب دیدن نکن بیا عصبای ما رو خراب نکن بابای خوددار بوی من همیشه کشید تولد که کرد میگم تو رحمت چه شما یگان امیر آماده شده دکتر خوشگاه تر یگان چرس کرد سجا آی بالا تا شکایت بکنم بالای شما شکایت بکنم او چی جای چرس تولد نکنه اویلای شما جای چرس ما 3 روز شده ما همینجا در همینجا تا قرق کرده ایستادم هیچ نیست که کانفیلی ما تولد کنه ایشان میبرای بچه خیلی گم نده نه کپوتن شکایت ما بالا شکایت بکنم تو تا بهتون شما یا این رای فرق دیگه آنا چی خوبه آنا بابا خوددار بای تو قد نمیکنی یک دم ها چی گفتی او جای رو دام میگن جای تولد خونه میگن حلوا کردن چی در کنی نه دختر شید تبریک دختر چه دار شدی اینا خیلی دختر شد خیلی اویلتون دختر تولد کردی یا این رای قرار که اگر ایشا براوردی بچه اوشا براوردی بچه ایشا گفتی بچه اوشا گفتی بچه از تکه که من با من دختر میگی ها یا از تکه چی وای همین اویلتون دختر تولد کرد چی جای از تکه کتابی جلوه بیار من بالا شما شکایت میکنم عرض شکایت میکنم خیلی سود من نفهمیدم ما چی شکایت کنم میکنم من بالا شما بالا چی شکایت میکنیم خواهی بابای ما شما را یک دقیقه ای سرمانه گرنگ نکاز ما کارمون بیسونه کتابی جلوه بیار من کتابی جلوه بیار که این رای قرار که اگر یا که آنکه دم کی نزدن بالا یا شکایت کردن نکنه بابای خدا بو اینه تو قد میکنی اینه تبریک بچه شید بچه صد که گفتم ترسیدن شکایت که میگم گفتم ترسیدن بچه میگن اکا آخه نه آخه تو نفهمیدی بابای خدا بو دوگونه کی بدای یا دختر یا بچه شید اینه قد کردن نکنه